قیامت جدا میکند. از کی؟ از روزخورها. یک نام قیامت روز فصل است. شما در سوره عامه میخوانه این یوم الفصل کان میقاتا. شما در سوره یاسین میخوانه وامتازوا الیوم ایها المجرمون. آن روز خداوند ندا میکند که ای جنایتکارا، ای بی نمازا، ای روزخورها، از بندگان نمازگزار و روزدار من جدا شوید. آن روز حکومت در دست الله است، دیگر حکومت نیست. آنجا اوباما هم خاموش است، آنجا مدوید هم خاموش است،